آیم به کمکت. تو بریم کجا بریم؟ خونه عمو. چرا بریم؟ چرا بریم؟ بیا تا بریم کجا بریم؟ خونه عمو. چرا بریم؟ عمو زور بازو داره، کله بیمو داره، رو پشت بوم خونش جادو و پارو داره. عمو جون قربونتم، اگه تو بخوای مهمونتم. نه تونی میخواد بهم کمک کنی. تونی میخواد من نشد. یکی دیگه نیست اینجا کمکم کنه. کمک. وای چه حالی میده دودو، این شبیزات خیلی باحاله. ای خدا، واقعا ناراحتم که داره از نبوغ من اینطوری استفاده میشه. ای دودو نبوغ مبوغو بللش بابا، میشه منم برم اونجا لخت حضوری به خدمتش برسم؟ نه خیرم نمیشه، توی این اتاق همه چیز مجازی اتفاق میفته. چطوری احسانج؟ آقا من غلط کردم. بذاری برم دیگه. دیدم که داشتی میشاشیدی، مگه ما اونو قطع نکرده بودیم؟ ها؟ از کجا آمدش؟ آقا کاجدم شما چه میدونی؟ شاید نشان زده در اومده. نه بابا این حرفا چیه؟ اینا رو ادیتورم گذاشته. ببین احسان داداش، من با تو که خصومت شخصی ندارم، فقط با ادیتورت لج کردم. حالا به خاطر همین بگی نه اینجوری نمیشه، نگهش دارید. خب ای بابا نابودم کردین، بیچارم کردین. آخه با این دم و دستگاه ما چی کار دارین شما؟ او احسان داداش قصه نخور. بیا این بذره ببر به کارونجا در میاد، مال خودمه. خب اینا که هسته زردالوه. بابا به خودت تلقین کن که اونا مال فریبرزه، بعدش در میاد. بابا فریبرز